برادر دوربین به تلویزیون پخش بشم. دا کومه هغه ده تلویزیون ده دغه قشنگ دی خیر خیر ما به مرکز تداوی 5000 بستر معتادین در کابل آمدیم. وزارت کار و امور اجتماعی یک مرکز آموزش های فنی و عرفوی را در این مرکز ایجاد کرده که معتادین صحت یاب شده در 5 بخش مسلکی مصروف آموزش های حرفوی اند. پیش از مواد خودت چی کارا بودی؟ معلم بودم. معلم چی هستی؟ معلم فهمید دینیستم. چرا روی آوردیم به مواد مخدر؟ خب تو عز من تشاء و تذل من تشاء. حتما یک گناهی کرده بودیم که پر یک گناه مؤاخذه شدیم، خداوند گرفتار ما کرده. عزت خداوند میته، ذلت خداوند میته، همه چی از طرف پروردگار سبحان است. حافظ سر میگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. هر انسان 30,000 سال پیش از تولدش قضا و قدرش نوشته است. حتما ما هم کم خطایی کرده بودیم، گرفتار شدیم. خداوند سبحان شکرگزار هستیم که حداقل واسطه وسیله شد اینجا خلاص شدیم بخیر. دیگه فعلا خوش هستین از اینکه امارات یک تصمیم گرفته؟ بله خیلی خوش هستیم، سپاسگزار هستیم از برادرای امارات اسلامی افغانستان. خیلی انسان‌ها را به جامعه سالم تحویل دادن، فهمیدی کار نیکی کردن، فهمیدی خیلی رژیم بود، دولت ها بود، فهمیدی مافیا بود، سود می‌بردن، ولی این برادرای اسلامی ما فهمیدی زحمت کشیدن، فهمیدی فعلا 4-5 هزار نفر نمیشه، فهمیدی سالم میشن، آغوش گرم میکنن، خانه و خانواده برمیگردن، عزتشان برمیگرده، ابرویشان برمیگرده. این بزرگترین افتخار است. وزارت کار و امور اجتماعی برای معتادین صحت یاب شده زمینه‌های آموزش‌های فنی و حرفوی را مساعد کرده است. این مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی در 5 بخش می باشد تا وقتی که آنان صحت یاب شوند یک حرفه را هم یاد بگیرند. سمیعالله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید این وزارت برای این معتادین ایجاد شغل نموده است و در آینده در نظر دارد که برای این معتادین شغل‌های دیگر هم در نظر گرفته شود. او گفت وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت صحت عامه، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و هلال احمر افغانی این پروگرام‌های آموزشی حرفوی را به پیش ببرند. وی افزود
امارت اسلامی برای رفاه و خدمات اجتماعی برای مردم متحد است و برای مشکلات اجتماعی رسیدگی خواهد کرد. او از ادارات، مؤسسات خیریه و نهادهای بین المللی خواست تا در این راستا امارت اسلامی خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی را همکاری و حمایت کنند تا اشتغالزایی بیشتر شود. راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان دا ده چې د مرکز ترڅنګ په ټولو زونونو کې د 1500 کسانو په تعداد باندې د فني حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړو او په دغو مرکزونو کې به هغه ځوانان چې تازه له احتیاط څخه رغېدلي وي صحت یابه شوي دي یاد کسانو ته د فني حرفوي زده کړو ښوونیزې برنامې دایرې کړو. صفی‌الله عزیزی استاد آموزش این مرکز می گوید در حال حاضر شمار زیادی از معتادین در این مرکز فعالیت زیادی دارند و آموزش های مسلکی می بینند. این در حالی است که تا این مدت تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر از سراسر کشور جمع‌آوری شده و تعدادی از آنها تداوی شدند و یا تحت تداوی قرار دارند و با افتتاح مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی می‌توان این معضل را تا حدودی حل کرد. تو مدت 4 ماه اینا درس میخوانن، زیر دست ما درس میخوانن، مسلکی کسب یاد میگیرن.